سلام سلام، حال شما، احوال شما خوبی؟ از اونجایی که حوصله‌ام سر رفته بود گفتم خونه خواهر جان تا بچه ها سرگرم هستن واسه شاممون یکم کتلت درست کنم. کلیجتون سبزه. منم حوصله‌ام سر رفته بود توی خونه و ترجیح دادم که باشم یکم شام درست کنم. سارا خانم که از این کارا نمی‌کنه، حوصلش نمیشه. تنبل خانم سارا که میگم خواهرم، خواهر کوچیکمه. منم اومدم خونه‌شون مهمونی، دعوت کردن منو دبی خونه‌شون. من خودم توی کیش زندگی میکنم و اینکه خانوادم یعنی مامان اینا کیشوندی هستن، یکی از خواهرام کیشوندی هستش و اینکه خواهرم و داداش دیگم هم توی شیراز زندگی میکنن. اصالتا شیرازی هستیم، از ده بزرگی شیراز هستیم و اینکه این خواهر کوچیک ما تنبله، حوصله‌اش که سر میره زنگ میزنه میگه بهار پاشو بیا پاشو، میدوه من میام اینجا. بعد میگه دستپختت خوشمزه میشه حالا غذا درست کنی. حالا جالبش چیه؟ خودش شفه، اون خوبه، یعنی پیجی که داره، پیج فعالیش کلن آشپزیه، آشپزیش نمونه است، خیلی شکموه ولی خب خیلی تنبله. تنبل خانم. وای فقط ببینید چه کار کردم. ایوا صاحبش اومد. حوصله‌ام سر رفته بود. خاله همین تیشرت ها پوشیدی؟ مامان من 24 ساعته تو خونه باش را میره. اگر بدون گوش کنید چی میگه. وایسی تیشرتاشو برداشتم پوشیدم، بعد اینم اومده میگه چرا تیشرت من میپوشی. خواهر شدن همینه دیگه، وقتی خواهر باشه دیگه همینه دیگه. دیگه نمیخواد خرید بکنی الکی، پول اضافه نمیخواد بدی لباس بخری تیشرت بخری. خدا حفظش کنه. میخره من میپوشم، فقط دوتا قر میزنه بیشتر که نیست. فقط خواستم این کلیپو بگیرم ببینید که چجوری قر میزنه.